جان خودت را نجات بده. اینو بزنیم بام فرار. بعد کنار زمین رفتیم بالا خونه. الان تاریخ من تیر میزنه و اسب من را حریف میدهد. من دنبال من خاک تو سرتون. بیا من بگیر. بیا من بگیر. شما هیچی نزن. بیا بذارید من بزنم تو سر این. تو باز شما هم چیکاری نکنید. من عقب میافتم. نه بیایید. اینم بزنم. بیا دنبالم. بیایید. بام فرار. بامشون اینو میزنیم. بام. این باگ بازیه بچه. یه چیز داره میسازه انمی اگه همون لحظه بزنید تو سر کارگره معمولا چیز میکنه. دیلیت میکنه اون چیزی که داره میسازه. چون شدر میره. اون تیرشی به من نمیخوره. الهی چه مسخره‌ای کردم من. بشه با مستم. بیا. نه من بیارم تا چیز خودم بیا اینجا. من تکنولوژی مالا بزنم. حالا میام. نه چیزا بیام بچه‌ها. بیایید. بیا. اصلا خنگایم. سلام بیا. بیا من بخور. الان اینجا من زنگ خطا رو میزنم به این صورت. بیا. کارگراشو به این صورت کشت. سلام خدمت یک دوستان بچیت. آقا ما بچه بودیم همش بابا مامانمون اینا میگفتن ما بچه بودیم که اینجور مسخره بازی ها نبود، میرفتیم توی کوچه نمیدونم میدویدیم هفت سنگ بازی میکردیم فیلان بازی میکردیم. بعد میگفتن که ما کودکان واقعی نیستیم. بعد من فکر میکردم که نسل بگذره که برسه به نسل ماها بزرگ بشیم، ما هیچ وقت نمیایم بچهای کوچیک بگیم که نمیدونم زمان ما اینجور مسخره بازی نبود که ما نمیدونم میرفتیم تو کوچه دیگه. این مسئله رو نداریم. ولی آقا ما الان این مسئله رو داریم باز. ولی چی در ابعاد همین بازی‌های کامپیوتری. آقا زمان ما اینجور مسخره بازی نبود. فورتنایت نبود زمان ما که. زمان ما اینجور بازی‌های وارزون و نمیدونم فیلان بیسار اینا نبود. آقا بهترین بازی‌ها رو داشتیم. مثلا بازی ایج آف امپایرز، بهترین بازی دنیا. بازی ایج آف امپایرز رو الان براتون گیم پلیشو میذارم ببینید، بهترین بازی. همین الان هم میتونین راحت دانلود کنید، مخصوصا اونایی که لپتاپی دارن نمیدونم کامپیوتری دارن که سیستمش خیلی پایینه. ایج آف امپایرز راحت توش اجرا میشه. خیلی هم بازی خوبیه. یعنی من فکر میکنم از 8 سالگی 9 سالگی اینو بازی میکردم تا همین الانم بازی میکنم. حالا الان شاید خیلی بازی نکنم ولی فکر کنم 5 6 ماه پیش قشنگ یه دور تمام مرحله داراش از اول تا آخر رفتم و بازی آزادش هم کلی بازی کردم و خیلی هم خوب بود و خیلی هم زیبا. همین دیگه، بریم بازی بهتون نشون بدم به چه قشنگیه. خب بذارید بهتون توضیح بدم. این محیط اول بازی که میایین تو همونطور که میبینید بازی ایج آف امپایرز 2. یکیشو من بازی نکردم، یک کم یه بار رفتم گیم پلی هاشو دیدم زیاد جالب نبود. بعد الانم همین با گرافیک بالاترش هم اومده، دقیقاً همین بازی ولی گرافیک بالاتر. من زیاد باش حال نمی‌کنم چون که اینو بازی کردم خیلی با اون حال نمی‌کنم. اینم میگم راحت میتونید دانلود کنید، ایج آف امپایرز 2. حالا این جریان بازی چیه؟ این چند تا بخش داره. یه دونه این که اینجا بازی های مرحله ایشه. اینو من یه دقیقه برم تو بهتون نشون بدم. مثلا این که میری توش الان میبینیم همین مرحله رو بردم که باز شده و اینا اول فقط مرحله 1 است. میبرین مرحله های بعدی باز میشه. حالا بذارین جریان معمولی بازی بهتون نشون بدم. اینا که مرحله دارشه. معمولی بازی اینه. یه دونه 3 مدل داره. یه دونه رندوم مپ داره، یه دونه این بلاورسی داره، یه دونه این یکی رو داره که این کی چیه. این یکی توش پولمون مثلا چیز چوب و گوشت و فیلان و بیسارمون همه چی فوله. حالا من این معمولیشو میرم. اینجا چیزه دشمن پشت منامون رو تعیین میکنیم چند تا باشه. حالا من میذارم یه دونه دشمن داشته باشم. میتونیم مثلا چیز هم بکنیم 2 به 2 هم بذاریم. البته آفلاین ها 2 به 2 منظورم که یه دونه یه کامپیوتر یارمون باشه. نگاه کن این مثلا پشتش 1، منم پشتم 1 باشه، من و این یاریم. این دوتا که دو این دوتا با هم یارن. اینجا هم میتونی کشورها رو انتخاب بکنی. یه چیز جالب بهتون بگم، ایران هم داره نوشته
پرشین یه همچین چیزی، همینه فکر میکنم. آره دیگه، پرسپولیس پرسین. چرا پرسین نوشته؟ خلاص این چیزه، فارسی حرف میزنن بچه ها توش، کارگر پارگر ها ایناتون. بذارین بازی بهتون نشون بدم. اینو الان استارت میکنم اینجا هم که مثلا ظرفیت چند تا یونیت بتونی بسازی و از این گپان میذارم حالا 200 تا. بهترین بازی بچه ها، ما با این بازی بزرگ شدیم. همینطور که میبینید ما اینجا چندین عدد کارگر داریم. سلام میکنم آری صحیح میکنم صحیح. خب نگاه کنید، ما در این بالای صفحه بخش هایی داریم: چوب، گوشت، طلا، سنگ. همینطوری وایسی مثل بازی دیگه نیست که فکر کنیم الان اینا باید گوشت مصرف بکنن، اگه گوشت کم بشه کارگرها میمیرن. این گوشت تمیزی 250 تا هست. این کارگر خونته که اینجا میتونی کارگر بسازی، یا اینطوری میزنم کارگرهای بیشتری میسازم. این کارگرها چی کار میکنن؟ اینا وای میستن مثلا گوشت جمع میکنن، چوب جمع میکنن. بعدش اینجا یارمه، یادتون باشه اونجا بهتون گفتم که اون همچون پشتش یک داشت یار ما بود. اینجا الان یک عدد کارگر ساختم. بعد الان میبینین این در چشمک میزنه میگه ظرفیتت پر شده، یعنی دیگه جا نداریم. برای اینکه این کارگرهایی هم که اینجا زدم ساخته بشه باید خونه بسازم. اینجا اینو میزنم، اینجا یه دونه خونه داره به این صورت که میبینید. خونه رو میسازیم. بله این میاد اینجا میسازه خونه رو. به چه قشنگی بچه ها، بهترین بازی دنیاه. بعد این اسبمونم میفرستیم این ور اونور دنبال چیز دیگه که مپو باز بکنه برامون ببینیم چه خبره. معمولا یه دونه بازی تموم بشه البته بستگی داره. یه بازی رو میتونی 5 ساعت طول بدی، میتونی تو نیم ساعت جمعش بکنی. این بسته به خودت داره. خب آری میکنم صحیح. خب صحیح میکنم آری چوب ما جمع کنیم یکم. چوب اون زمانی که این بازی اومد اینا که فارسی حرف میزدن اصلا برای ما یک چیز گادی بود. یعنی اون موقع اصلا تو یک بازی نمیدیدی که یک مقداریش فارسی باشه. این اولین بازی بود که فکر میکنم دیدیم که یک مقداری فارسی داره. اینم چی میگن خودشون اینو گذاشتن. این ورژن ایرانی نیستش، خودشون همچین دوبله ای هم روش گذاشتن، یعنی همچین کشوری هم گذاشتن که فارسی حرف بزنن. زبانهای مختلف و کشورهای مختلف هم داره. بله آماده. علوف جمع کن. ما همینطوری گوشت جمع میکنیم. الان اینجا رو میبینیم، این کارگرخونه رو که میگیریم اینجا یک دونه چیز داره که تکنولوژی ما بهش میگیم تکنولوژی چیز میشه، لول اپ میشیم. یعنی بعدا میتونیم چیزهای بیشتری بسازیم، سربازخونه های بهتری بسازیم، سربازهای بهتری بسازیم. این مدلکی ها. برای اینکه اینو بسازیم باید چیکار کنیم؟ آری یک دونه چیز بسازیم، آسیاب بسازیم یا این چوبوری بسازیم. من این چوبوری رو میسازم به این صورت. با اینم میام اینکی رو میسازم. آسیاب معمار. بله برو دیگه تو هم که بچرخ، من همه رو باید بگم. این بیلاورسی هم که اینجا هست بزنی بهت میگه کارگر بیکار داری یا نداری. الان مثلا این کارگر بیکار دارم، اینو میزنم میاد روی این چوب بر. به این صورت چوب جمع میکنیم. بله علوف جمع کن. علوف جمع کن. علوف جمع کن. علوف جمع کن چی آخه؟ اینجا نگاه کنید بچه یه دونه قلاق داره توش میچرخه. به چه قشنگی، بهترین اولاغ هست. خب اینجا این مرده یعنی این و آها این الان یکی از انیمی هایه. من اینو بزنم میریزن سرم احتمالا، اگه سرباز داشته باشه. انگار سرباز نداره. خب
الان نگاه کنیم برای من این تکنولوژی فعال شده، میکنم. علوف جمع ولی باید 500 تا گوش داشته باشم که بتونم تکنولوژی بزنم. الان 300 خورده ای تا دارم. جمع میکنیم که علوف جمع کن. تکنولوژی بزنیم. اینجا چرا فقط سربازخونه است؟ بقیهش کجاست؟ من اینجا بیدفاع افتادم بچه. یه دونه سربازم نساختم. عجیبا، انیمیه چرا فقط یه دونه سربازخونه داره؟ خب اینجا میبینین من تو مپ هر جا رو کلیک بکنم همونجا میرم به این صورت. خب چوب بر. علوف جمع کن. به نظرتون اینایی که دارن حرف میزنن واقعا ایرانی هستن؟ سلام؟ نه، از نوع سلامش انگار واقعا ایرانی نیست. سلام. علوف جمع همه رو بریزن. بشه 500 علوف تایی با جمع 5 تا کن. کم داریم از. علوف جمع کن. خب این داره چیکار میکنه؟ اینجا الان ما یک سری انمی داریم. الان اینها رو مثلا بزنم، اینا هم میان منو میزنن فرار کن. این همچنین داره اینجا چوب جمع میکنه یکه و تنها. اینا آری؟ گوش جمع میکنن. بس آری؟ برین طلا جمع کنید. بگرد طلا پیدا کن. کار بکن. خب الان ما یک عدد تکنولوژی زدیم. چه قابلیت های جدیدی اضافه شد؟ مثلا میتونیم اینجا 50 تا طلا میتونم بدم، خون کارگرام زیاد بشه. 15% فکر میکنم خونشون زیاد میشه، یه همچین چیزی. 25 تا خونشون میشه 50 تا، پس 50% خونشون زیاد میشه. بس چرا اینجا نشه 15%؟ حالا ولش کن. طلا پیدا نمیشه. خب این سربازخونه است. سربازخونه میسازیم. بله. آها، طلا پیدا کردم بچه ها. اینجا طلا هست. طلا معمولا اول بازی معلومه. حالا من نمیدونم چرا ما اول ندیدم. اینا رو میفرستیم طلا جمع کنن. معمار. میبینی اینو زدم. این چی بهش میگن؟ معدنه. معدن بغل طلا میسازیم و میریم طلا جمع کنیم. به این صورت. الان ما این چیزی که اینجا گوش جمع میکردیم تموم شده. به چوب نیاز داریم که مزرعه بسازیم. برای هر مزرعه 60 تا چوب میخوایم. اینجا همونطوری که میبینید اینجا مزرعه میتونیم بسازیم. الان یه دونه 60 تا چوب میدم. اینجا مزرعه میسازم. اینجا یه تعداد کارگرم بسازیم. چند تا سربازم بسازیم. بله. میکنم. معدنچی. میکنم دوستان. خب فرمان میکنم. یه فرمان. فرمان آری میکنم. آماده. نه همه بچه ها میکنن. خب صحیح. نداریم. چوب بر. چوب جمع کنیم. آماده. چوب بر. اینها میتونم چوب بریم هم ارتقاء بدم. این یا اول این چیه؟ بجنگیم. خب ظرفیت هم پر شد. یه دونه خونه میسازیم. معمار. بلش کنید. آری میکنم. خب بچه به این صورته. الان من اینجا یه دونه پاز میزنم. بعد اینکه خود لشکر سازی کردم و اینا، یه دونه حمله هم بهتون نشون میدم که لذتشو ببرید. خب میخواستم به مرحله‌ای برسونم حمله رو بهتون نشون بدم، ولی از اونجایی که یار منو پوکوندن من وای میستم احتمالاً دفاع رو بهتون نشون بدم. بچه‌های من اینجا یه همونطوری که میبینید من 2 تا برج ساختم. بعدش این که الان دارم یک تعداد سرباز میسازم. خبرم خونه بسازیم باز. معمار. آری. معمار. بله.
آماده. آماده. سلام. آری. آری. سلام. سلام علیکم. اولش خب سلام. به نظرم یه دونه دیگه هم میتونم دیوارم بکشم بچه نگاه میتونم اینطوری دیوارم بکشم ولی حالا ما معمار. دیوار نمیکشیم. میکنم. یک دونه دیگه من اینجا برج بسازم. معمار. آری. معمار. آره. یا ابرفضل من اینجا این سرباز که این اسب سوارم رو بردم اینجا دیدم اوضاع خیلی خرابه. یارمو دارن میپوکونن. ولم کنید بزنشون. فرار همه اینجا آتیش گرفت. بیا مرد. بله آماده. معمار. خب فرمان آری میکنم. الان برای تکنولوژی بعدی 800 تا گوشت میخوام 200 تا طلا ولی قبل از آماده. اون معمار. باید یک آهنگری بسازم و همینطور یک دانه بازار معمار. بسازم. یارم معمار. انگار حمله های دشمن رو خنثی کرد. من فکر کردم الان آسفالتش میکنم میان سر وقت من. آماده میکنم. آماده. سلام. سلام علیکم. اولش خب این آهنگری اینو اگه بزنم اولیه رو چی میشه؟ سربازام الان 6 تا خون کم میکنن با هر ضربه. اون دفعه مثلا اونو بزنم میزنه 6 به اضافه 1 فکر میکنم یه همچین چیزی. هم کشتیم اینطوری. اینم برد تیره های اینا برجا و اینا رو زیاد میکنه. دورتر میتونن تیر بزنن. اینم مثلا چی میگن زره سربازامو قوی تر میکنه. اینطوری این زره اسب سوارا رو قوی تر میکنه. بدین صورت این هم بازاره که داره ساخته میشه. بازارم که ساخته میشه نگاه کن. یعنی من میتونم چوب بدم چوب رو بفروشم یا میتونم 130 تا طلا بدم چوب بخرم 100 تا. اینطوری با اینجور کارا میشه کرد. گوشت و چوب و اینجور چیزا میشه فروخت و خرید. صحیح. آری. معدنچی. آری. اینا این سرباز گشت زنشون رو دارن این برجا سرباز گشت زنه رو دارن میزنن. بزنید بکشیدش بهتر بیا تو بکشش. این یعنی یه دونه بوس بکنه از سوار منو از سوارم میمیره. 3 تا خون داره ولی اینا نمیزنن. معمولا اینا که دارن گشت میزنن نمیزنن. این هم از باگ های بازیه. خب سلام. معمار. آری. معمار. سلام. آماده. سلام. معمار. اینا میبینین تموم میشه چیز مزرعه گوشتش تموم میشه میزنم دوباره بسازدش. یاد گرفتید. الان مثلا نگاه من یه خورده گوشت میخوام که بتونم تکنولوژی بعدی بزنم. 800 تا گوشت میخواد تکنولوژی بعدی. اینجا اینو میزنم گوشت میخرم. الان گوشتم شد 800 خورده ای. تکنولوژی میزنم بزنه. تکنولوژیو که بزنم سومین تکنولوژیو بعد میتونم قلعه بسازم. قلعه چیکار میکنه؟ هر یه دونه کشور قلعهش یک سرباز مخصوص به خودشو داره. اینطوری سرباز مخصوص این قلعه فیله. چه سربازیه که فیله. این قلعهش فیل میسازه بچه ها. اینطوری فرمان آسفالت کنید. دارم میرن یارم بزنن. حمله آسفالت کنید. فرمان آماده. آری میکنم. آری
حمله اینجا آرایش نظامیشون رو تعیین میکنم میکنیم. بله میکنم آری بزنید. حمله میکنم خود سبک کردم یارم آری. راحت تر بزنم. آماده معمار اینا رو بفرستیم تلاش. معدنچی شوب آری جمع. شوب معدنچی نه، سنگ. معدنچی آماده خب او آماده خیلی کنم خیلی آری غلطان. میکنم این بچه اینی که داره رد میشه این چیزو آری. وسایل رو خیلی خوب میزنه. میکنم. چی میگم مثلا آری برج و دیوار و اینا رو راحت خراب میکنه از این پتکای. به این صورت آری. چره کنیمش. آماده معمار بزنم ببینیم قویشه. اوه چی شد؟ میزنه منم هیچی کشتی ندارم. سلام اینو باید میساختم که بعد کشتی بسازم ولی ندارم. ولی الان حالشو میگیرم که قلعه میسازم. اوه آماده حمله بجنگید آری این بسری کن نمیره. آماده این نگاه کنید زده 6 به اضافه 1 به خاطر اینکه این اولیش یه تکنولوژی رفت آری. او فرار آری. کنید برای بکس. زنگ خطر رو میزنیم. فرمان همه قایم بشین. فرمان میکنم الان این برجایی که ساختم و این کارگر خونه و اینا اینها رو سرویس میکنن به این صورت. به چه قشنگی. خب من یه خورده چوب میخوام. سنگ میخوام. این سنگ رو میخرم. صحیح چوب بر اینجا یه دونه قلعه میسازم که دیگه از این معمار، غلط ها معمار. نکنن. معمار بچه همه بریز این قلعه رو چا کنید. سلام هم یک کتابخونه بساز. کتابخونه هم دوباره یک سری تکنولوژی هایی توی کتابخونه هست که چیزهای مختلف رو میشه باش معمار. قوی کرد. الان که تکنولوژی زدم سربازم هم میتونم دوباره قوی تر کنم. اینا میذارم سربازام قوی تر بشن. آماده قیافشون آری. باز عوض آماده. میشه. آری. اول یادتونه چماق به دست آری. بودن الان شمشیر اینا دارن. اینو بزنم مثلا زره و ایناشون قوی تر میشه. این قلعه خودش به این صورت با تیر میتونه بقیه رو بکشه. چیزم میتونم بسازم. فیل آری چوب بر شو بور. اینا این فیلمه بچه ها هیچ هم سواش نیست. خوش مغز داره میتونیم ببریم بشیم برانور. قشنگی فیل دارم. فیل ها خیلی قوی هم. ولی بدترین دشمن فیل ها میدونین چیه؟ ما میتونیم اینجا مسجد بسازیم. کشورهای دیگه کلیسا میسازن. البته این هم زیاد فرقی نداره. قیافش یک مقداری فرق داره. وگرنه کل کاربردش یکی یک چیزی هم که از توش در میاد هم یکیه. الان بهتون میگم چرا این بدترین دشمن فیلاست. اینم چیزهای ماشینی رو میسازه. فرمان میکنم اینو که بزنم قلعه اینا میتونن زیرشون هم بزنن. یعنی دقیقا اگه وایسن زیرشون نمیتونه بزنه. میکنم اینا هم یه ذارم تو قلعه که خونشون پرشن. خونشون نیست. آری بجنگید شک داره میگه بجنگیم. من شانسم اینا همه دارن میرن یارم بزنن. من زیاد کار ندارم. بیشتر به اون سمت میرم. خب اینا باید از باگای بازیه که اینا میرن یارمو بزنن منو نمیزنن. سلام صحیح معدنچی نه چیه دیگه نمیای بزنی داری میره.
فرمان می کنم. یعنی این بغل گوشم واسه داره چوب جمع میکنه. عجب پرویه. خب بچه ها برید حال اینها رو می بگیرید. کنم. شما میید اینجا. آماده. چوب بر. آری. بزنید سرویسشون کنید. این مسجده هست. آخوند میسازه. البته اینجا همون کشیشو داره میسازه. آری. آری. حمله. آری. بجنگید. شک داره. میگه بجنگیم. بجنگید. بجنگیم. بذار این ساختشو بذار میگم این چی کار میکنه. یه دونه از یارم مرد. اوه الان میام منو سرویس میکنن. یه دونه قلم این ور بزنم. اوه توپ. این توپ منو داغون میکنه. نگاه کنی این میتونه چیکار کنه؟ اینا رو برای من کنه. وای مثل دعادانه میخونه براش. میگه تو رو خدا بیا یار من شو. یار من شو. آری کنم. یار من بشو به تربیت. نتونست بکنم. طول میکشه خورده. میکنم. حالا من نمیدونم اینو چیکار کنم. تعمیرکار. تعمیرکار. ای بابا سلام. آری. این تازه خونه یارا هم میتونه پر بکنه. از اونجایی که فیلا خیلی کندن اینا خیلی خطرناکن برای اینا. فرمان. یعنی اینا فیلا رو راحت یارا خودشون میکنن. حالا این فیلا که برای خودشون. اوه من حمله کردن بچه ها. بریزید تو کارگرخونه. این خیلی بده. این از دور میزنه. معمار. من سرویس کردن. اینجا دارین چیکار میکنیم؟ ای بابا سلام. آری. خیلی بازا خرابه بچه ها. میکنم. فکر نمیکنم جون سالم به در ببرم. تعمیرکار. باید صحیح. چیز بسازم. لنگرگاه. معمار. فرمان میکنم. اینو بزنیم در بودم بکنم. میکنم. احتمالا برای من شد. یه داره کارگر برای من شد مجانی. آری. خونش هم داره پر میکنه. برو معدنچی. معدن کار کن. معدنچی. اوه سلام. آری. صحیح. خب من فکر کنم دیوار بسازم بد نباشه. خب اینجا انواع قایق ها و کشتی های جنگی رو میشه ساخت. معدنچی. حالا بیا بزن. میانه سرویس کرد. اینجا ببین. این کشتی خیلی بالا بچه آتیش میزنه. خب آماده. معماری. معمار. آماده. توی این بازی اگه حمله نکنی زود خودت جمع نکنی حمله نکنی اینطوری سرویست میکنن. من از زمین و زمان ریختن به سر من.
منم نه چوب درست دارم نه طلا دارم میکنم ولی چوبو اینا الان بزنم که دور بردتر بشه. نگاه اینا الان میذارم منو بزنم ولی من نمیتونم. اینو که آپدیت بکنم من هم میتونم اینا رو تیر بزنم. نگاه کنیم بچه با دعا دارن حال اینو فیله رو خوب میکنن. فرار کنید. آری صحیح چوبو قبیله همایونی صحیح نساختم. معدنچی شوب ندارم. ای بابا صحیح معمار های بیشتری کندم. میکنم ولم کنید. منو آسفالت کردن. آپدیت شو لعنتی. باز تیرش میاد. خب اینجور که پیداست من دارم میبازم. این الان میخوام برای خودم بکنم درجه میزنه منو میتونه. صحیح با این توپا رو نداشت مثلا فکر این توپا رو نگرده بودم. اگه توپ نداشت میکشتمش. آری صحیح بری فرانه بر من شد. خب همین بود دیگه بچه ها. این بود از بازی ایج آف امپایرز. همطور که میبینید من در حال باخت هستم. بله دیگه باز ببندیم. همونطوری که شاید هستید من در حال باخت بودم دیگه. بقیه بازی براتون ضبط نمی‌کنم. خیلی بازی قشنگی بازی بکنید و یه خود اول بازی پر قدرت‌تر بازی بکنید که اینطور نبازید مثل من. همین دیگه تا گلجیناش میکنید دیگه شما رو ول میکنم. برید برای خودتون بچرخید.